و خسیر، هلاک و بی همه چیز است اون کسی که ماه رمضان رو هم مثل ماه‌های دیگر میگذراند، پروای ندارد که در کدام ماه الان است. سبحان الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر شب در ماه رمضان الله سبحانه و تعالی عده را از دوزخ نجات میدهد. هر روز یک روزدار دعایش قبول می شود. اصلا در ماه رمضان شبهای قدر است، تقدیر یک ساله تو نوشته می شود. این شبها و این روزهایی که انشالله پس از چند روز مهمان من و شما می شوند شب و روزهای عادی نیستند. باید دنیا رو کنار گذاریم. رزق از جانب الله هست. یقین بدانید اگر همین ماه را شما برای عبادت الله جدا کردید، اصلا پروردگار شما رو گرسنه نمیماند که بگوید من رمضان کار نکردم و گرسنه ماندم. این ماه باید با عبادت گذرد و خوش به حال آنهایی که میگویند من رمضانم را در نزد